خدا بنده مؤمنشو تنها نمیذاره. عقلی که میگه قدرت خدا بالای همه است، اصلا قدرتی جز قدرت خدا وجود نداره. لا حول ولا قوة الا بالله. و ما تسقط من ورقة الا یعلمها. برگ بی اذنش از درخت نمیفته، شنی تو بیابون جابجا نمیشه، اصلا چیزی تحت عنوان شانس وجود نداره، همش اراده الهیه. و من یتق الله، اگه منو خدا رو لحاظ کردی، یجعل له مخرجا، برات یه راه خروجی میذارم. منتها قبلش قشنگ ببین از این مخرج میفهمیم که یجعل له مخرجا یعنی که هیچ راه فراری نداشته طرف، اما با این وجود تقوا پیشه کرده، میگه برات قرار میدیم یه راه